سلام و درود خدمت یک و یک شما بیننده عزیز قطر پلاس. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه امروزی ما. امروز ما با بزرگترین فروشگاه موبایل آمدیم، فروشگاه نقیب الله فیاض، بزرگترین فروشگاه موبایل در ولایت بدخشان میباشد که نمایندگی بعضی از کمپانی های مشهور افغانستان نیز در اینجا موقعیت دارد. در ادامه برنامه با ما همراه باشید، میریم که از این فروشگاه دیدن کنیم. دوستان عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدید. آمدیم به داخل فروشگاه، میخوایم که با مسئول این فروشگاه صحبت داشته باشیم. خب در کنار خود ما جناب نقیب الله فیاض داریم، میخوایم که با ایشان شما دوستان معرفت حاصل بکنید. سلام درود، خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم. البته اول باید معرفی کنم، نقیب الله فیاض هستم، یکی از موبایل فروشان شهر فیض‌آباد. یکی از موبایل فروش هستین یا بزرگترین موبایل فروشی شهر فیض‌آباد؟ والا خوب است دیگه، متوسط است. بزرگ هم بگیم میشه، متوسط هم بگیم میشه. بسیار خوب. نقیب الله جان، خودتان در طول چقدر وقت میشه که دکان جور کردین و این فروشگاه را تأسیس کردین؟ در ولایت بدخشان تقریبا ما یک 12 سال میشه که موبایل فروش هستم، مگر این دکان تقریبا 4 سال میشه که این دکان وجود کردیم در ولایت بدخشان. الحمدلله خوب است. مدت 4 سال میشه که اینجا شما دکان تأسیس کردین. بسیار عالی. در دکانتان کدام نوع موبایل ها شما دارید؟ ما دو بخش فروشات داریم، یکی فروشات عمده است، یکی فروشات پرچون. فروشات پرچون ما که تو میز است که موبایل مستعمل به چلیده خارج داریم یا چلیده افغانستان. دیگه با دیگه کسی بخش عمده است، مشتری عمده میاد از ولسوالی و از شهر فیض‌آباد خود بشمون ما این مالا داشته میکنیم. چه رقم است وضعیت کاروبارتان؟ الحمدلله خوب است، شکر است، راضی هستیم. بسیار خوب. در کنار از اینکه موبایل های متفاوت داریم، دیگه بدون از بجز از موبایل دیگه کدام وسایل ما فروش داریم؟ وسایل های الکترونیکی داریم، چارجر، ماجر، بطری و ام پی چیزا داریم. و خود در گدام است، اینجا آوردن نمیتونیم چون که دکانمون نداره، سایش خود است. دیگه ان شاء الله با مردم بدخشان ان شاء الله یک خوشخبری داریم، میتونم که یک فروشگاه بزرگ بخیر یعنی آینده نزدیک جور میکنم. بازو از بخش همه چیز او داخل موجود میشه ان شاء الله. خب نقیب جون، برای ما در مورد همین گوشی‌های که همیشه هست بگو کمی که کدام مدل است و قیمت‌ها در چه حد میباشه؟ به نظرتان قیمت‌ها به حد توان مردم مثلا هست نیست؟ ما اینجا موبایل تکتیل داریم که ساخت چین است، مگر تجارت خودمون فرمایش میده کشور چین. کاروبارش خوب است. از قیمتش فکر کنیم که موبایل تکتیل از 3000 شروع تا 7000 8000 داره. 256 مافت داره، 128 مافت داره، 60 مافت داره. دیگه موبایل سامسونگ داریم، دیگه موبایل باز کافی داریم، دیگه در اون میز دیگه ما باز موبایل آیفون، بعد موبایل سامسونگ مدل ها هر داریم، ردمی هم داریم، هر مدل موبایل داریم. باز افرادی که در بخش فروشات هستن، فروشاتشون فرق میکنه؟ مثلا در مورد همین نفرایی که فروشات میکنن معلومات بدید که عمده کی میفروشه، چون کی است نفر فروش کرد؟ عمده کسی جا خودم بسیاری وقت هستم، اگر خودم نباشم امروز جماعت شاگردایم نیومده، یک دو دانش اکیده هستم، دیگه شاگردا هستن در اونجا بازمو میفروشن. دیگه ایشان پاسونه اونجا با نام جانگیرشا میگن اون میفروشه. نقیب جون، در مورد از این برای ما بگو که قیمتایی که برای ما گفتن که قیمتایی که موبایل ها را شما در اینجا میتین نسبت به کابل حتی ارزانتر است. کابل که است در ایشان پاتون قیمت است، چون که کرای دکان اونجا خیلی بالاست. از ما کرای دکانمون ولایت است، ارزان است. ما در پارچون به نرخ میتونیم که در کابل باید نرخ میتونیم.
جناب فیاض شما در مورد از این بودید که تنها موبایل‌های تاچ دارن یا موبایل‌های تکمه‌ای هم هست. در مورد اینا یک معلومات مختصر بکنید برام. جناب ما واقعا درست شروع مردان در ولایت بدخشان ما سه نمایندگی شرکت‌ها را داریم که ولی براتون نمونه‌اش براتون نشان میدم که کدام شرکت‌ها را داریم که ما قرارداد کردیم و بدخشان فروشات داریم. نمایندگی رسمی امرو را داریم. موبایل امرو تقریبا کم شاید 20 مدل باشه 20 مدل موبایل داره. ما فروشات دیره عمده و پرچون داریم در ولایت بدخشان. نمایندگی رسمی همت داریم. تقریبا 30 مدل داره. 30 مدل موبایل داره. ما ایران توجیهات در ولسوالی‌ها در خود مرکز می‌کنیم. نمایندگی رسمی آیوا را داریم. تقریبا 15 مدل موبایل داره. 15 مدل موبایل داره. 15 مدل موبایل ما مکمل در ولسوالی‌ها در خود مرکز توجیهات داریم. این موبایلاتی که واقعا 304 305 307 چیز فوق‌العاده است. این موبایل‌ها چند سیم کارت هم می‌باشن؟ 2 سیم کارت هم دارن، 3 سیم کارت هم دارن، 4 سیم کارت هم دارن. در مورد قیمتاش بگین که قیمتاش هم به نرخ کمپانی است. ما چند دقیقه پیش براتون گفتم که ما فروشاتی که در خود بدخشان میکنیم برای فروشات تکامل کردن نمی‌کنیم. چون که شرکت‌ها به ما فیصدی میدن، ما فیصدی را کشیده بعد مشتری تخفیف میدن، ارزان حساب می‌کنیم. دیگه واقعا کارکردی عالی دارن. این سه شرکت بسیار کارکردی عالی داره. به حساب انتن، به حساب چارج، به حساب همه چیز، به حساب صدا خوب کارکردی بالا دارن. بیننده‌های عزیزی که ما شما را در برنامه می‌بینن اگر بیاین با دکان براشون تخفیف در نظر میگیرین چطور؟ با خاطر شما تخفیف در نظر میگیریم. 100%. شما بگید که اگر امروز خریدن ما براشون 30% تخفیف میدم. تنها مگر امروز دیگه رو داره گفتن میدم چون که با ما عمدن می‌فروشیم خود نه یعنی هر کس بغل کنه که والا شما تخفیف کردین شما باید 30% تخفیف بده. ما تنها امروز روز جمعه است تاریخ هم 4/3/12 در هفته است تا روز شنبه را تخفیف میدیم 30%. خب بیننده‌های عزیز قسمی که تصویر دیدیم و قسمی که جناب فیاض برای شما تخفیف داده در روز جمعه. خب زنده سلامت باشین خیلی ما بریم با دیگه بخشای دوستا را سلام مجدد دوستای عزیز خوش آمدید به ادامه برنامه. ما در کنار خود یکی از دوستا و یکی از کارکنان فروشگاه نقل الله فیاض با خود داریم و با شما دوستان با معرفی میگیریم. سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز کانال یوتیوب خفقان پلاس. اسدالله انوری هستم، یکی از کارمندان موردشی نقل الله فیاض. خب اسدالله جان انوری خودت مسئول کدام بخش هستی در این فروشگاه؟ ما خود هر بخش اکثریت وقت کار می‌کنیم، مثلا بخش ما که بخش چیز عمده معمولا در بخش عمده بخش مال جمع کنی و مال فروشات است. بسیار خوب. اسد جان در مورد از این بود که کدام مالا را شما در دکان و در فروشگاه دارید؟ در اون ما موبایل ها زیاد داریم از کمپانی سامسونگ، ردمی، انفینکس هر مدل زیاد داریم. باز در بخش عمده زیادتر همین انفینکس همیگه پرمیم انفینکس سامسونگ. در بخش فروشات عمده کدام مدل موبایل زیاد فروش داره؟ گفتم همین فروشات موبایل های همین انفینکس سامسونگ یک گپا زیاد است معمولا دیگه در مول سوالی کار کرده یک گپاشون خوبش هست. باز این موبایل های مثلا سامسونگ های بلند یا ردمی بعد مدل‌هاش هست با تفاوت شای فایده‌بات دستای پرچون زیاد می‌خرن. دستای عمده هم اون موبایل است. خب دیگه مدل‌های بالا را پرچون می‌فروشین یا عمده هم دارین؟ عمده هم داریم، باز اکثریت مردم پرچون می‌خرن. اینقدر دو صنایع ولسوالی اینقدر کاربرد ندارن. در مورد دیگه وسایل بگو بجز از موبایل دیگه چی نوع وسایل الکترونیکی در اینجا پیدا میشه؟ زیاد چیز داریم، مثلا نمایندگی امکو را داریم، چیپ بطری، چارجر هر کف زیاد داره. دیگه از همین کمپانی که نمایندگیش داریم مثل امرو، آیوا، دیگه ایگا پر از کاور، خیلی گپ اینا هم داریم. فردا مردا ایگا پای کمپانیایی را که نمایندگیش داریم داریم. در مورد این موبایلایی که در اینجا اصلا نمیاره برای ما کم کم برای بیننده عزیز بگو شاید علاقه‌مند باشن که ببینن یا چی است. این بخش ما که مربوط بخش آیوا میشه. موبایل آیوا که دیگه
موبایل دو سیم کارت 4 سیم کارت یک بخش است. اون بخش باز مربوط امرو و گپ میشه و قیمت اون بخش باز مربوط تاد میشن. باز بدل نه قید بودن فضای دکان ما اکثریت موبایل ما که در کدام مدعی گپ است میخواد وزن میده ازت مشکل کم داریم. قسمی که نقل جان فیاض گفت به نظر میرسه که منزل دوم فعال میشه. منزل دوم فروشگاه چی وقت برای بیننده عزیز و شهروندان عزیز ولایت بدخشان این مژده را میدید که منزل دوم بخیر به نظرتان افتتاح شد؟ ان شاء الله با زودترین فرصت به شهروندان عزیز شهر فیض آباد مژده را بخیر میدیم. دیگه 80% کارش پیش رفته. دیگه تقریبا شاید بعد از این دیگه بعد از این سعید پیتر ان شاء الله با برابری سپرده میشه. بس میدونن که از هر نوع چیزی که نیاز دارن از اینجا به دست برن. الله سلامت باشی. اسجل در اخیر اگر پیام و گفتنی و بیننده عزیز داشته باشیم میشنویم. تشکر سلامت باشین. یک کلام پیام خاص ندارم. خوشحال موفق کنگار باشین. در مورد کانال ما چی گفتنی داره؟ کانال دنیا یک کانال مردمی خوب دیگه خیلی طرفدار و زیاد داره. امیدوارم پیشرفت این بودم. الله سلامت باشی اسجل. تشکر. خب دوستان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین. ما در بخش فروشات پرچون آمدیم پیش دوست عزیز ما جهانگیر عزیز. جهانگیر عزیز در نخست خود به شما معرفی میکنه و باز در ادامه باز ازش پرسش‌های خاص داشتیم. خوب است جهانگیر عزیز؟ خوب است؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب است. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز. دیگه من جهانگیر هستم. یک موالد پروفیل نشبرا فیاض. خود در بخش عمده کار میکنی جهانگیر عزیز؟ با پرچون؟ هم پرچون است زیادتر و ما پرچون است و کمتون بنده. بسیار خوب جهانگیر عزیز در مورد گوشی‌هایی که در اینجا هسته برای ما بگو که کدام مدل گوشی‌ها را در اینجا داری؟ اینجا گوشی‌های اول آیفون زیاد است، دوم دیگه آلترا و سوم ردمی، بعد از اون مدل‌های پایین سامسونگ که تقریبا M13 و A13 و دیگه A24 و گپا است. دیگه که از آلترا و که از زیاد فروش میره و آیفون هم زیاد است. برند بدخشان که از مخصوصا بخری بدخشان و اولوسالیاش بسیار شوقی آلترا هستند. دمی شب و روز بسیار زیاد فروش بالا میره و قسمی که از کابل میاریم زودتر فروش میشه. به نظر میرسه که قیمت‌هایتان از دیگه ولایت که نسبتا ارزان است. قیمت‌های موبایل‌ها در چه حد است که مردم زیاد خرید میکنن؟ قیمت‌ها که از نرخ‌ها باید پایان باشه. مردم که از میخوان ارزان‌تر بگیرن، جنس‌ها را دیده میگیرن بالای خوب باشه، پاک پاکیزه باشه که زدگی و دیگه چیزای چین نباشه. ما جنس‌های پاک پاکیزه میاریم دیگه که وقتی که میاریم دیگه زود فروش میره. قسمی که بعضی از دوستان گفتن که میگم مردم از کابل و ولایت نمیگیرن میان از پیش شما میگیرن، این دلیلش چیست؟ دلیلش چیست که ما از کابل خیلی فروشا گرد زده گیسیم. اند فروشا که از ما را مراد میکنن، قسمی که اونا از دبی و از چین و از اینجا فرمایش میگیرن، اونا که از ما فقط $2 و $3 تفاوت میاد، $2 فایده میگیرن و ما را ارزان میتن. و قسمی که بعضی نفرها که از اونجا نرخ میگیرن، نفر دارن، وقتی که از ما نرخ میگیرن ما با جنس بسیار قیمت خوب مناسب برشون میدیم و که اونجا نرخ‌های خوب واقعا ما هم $2 و $3 تفاوت میاد، فقط هم فایده میگیرن.
بسیار خوب بیننده عزیز، شما میتونید که هر نوع موبایل در اینجا با قیمت مناسب و ارزان به دست بیارین. جهانگیر عزیز با جمله دوستا نقیب الله فیاض اینا همگیشون در خدمت شما دوستای عزیز هستن. جهانگیر عزیز برای ما چند تا از مدل‌های آیفون نشان میده و در مورد از زیاد صحبت میکنه که یا کدام مدل آیفون است و قیمت‌های از زیاد چند است. قسمی که میبینین اینا موبایل آیفون 11 پرو مکس هستن. 11 پرو مکس که از LLA امریکاست دیگه، واتر پروف هم است، 95 هرتز باتری سر، جنس ثابت و قیمت بسیار زیاد مناسب. قیمتی که فعلا در کابل است $340، اما اینجا ما داریم $345 برای مشتریان میتیم. $345. این آیفون چند 11 پرو مکس. بله. این دیگه کدام مدل است؟ یا 11 پرو مکس و 12 پرو مکس و 13 پرو مکس هم فعلا دیگه زمینو شاپدار کردیم تا ببینم. نشان میده جهانگیر عزیز میگم اینا که هستن خدمتی برابر اما تو مناطق جنسی امریکایی دیگه جنسی پاکیزه و همه چیشون هم ثابت. دوستان عزیز، چیزی که شما در تصویر میبینین بهترین مدل‌های آیفون با قیمت‌های مناسب در اینجا برای شما بیننده عزیز عرضه میشه. امیدوار هستم هر کدام شما که علاقه‌مند اینا هستین دیگه بین و از فروشگاه نقیب الله فیاض اینا را خریداری بکنید. تشکر جهانگیر عزیز. دیگه همین مدل دیگه رو برای ما یک معرفی بکنید. همین یا کدام مدل موبایل است؟ مدل‌ها که از فعلا در بازار بسیار خوب فروش میروند. مدل‌های آیفون گفتم یک بار دیگه آیفون و سامسونگ نام که از S22 الترا و S20 الترا دیگه ردمی شومی به انگلیسی ردمی میگن بچه شومی و فارسی که از مثلا ردمی نوت 12 پرو 5G بهترین مدل 16 جی بی رم 256 حافظه داره، بسیار کارکرد بالا داره و کامرای بسیار صاف داره. خب جهانگیر عزیز، با پابجی بازا و کسایی که گیمر است کدام مدل موبایل براشون پیشنهاد میکنید که از دکان بگیرن؟ با پابجی بازا است. پابجی بازا که از اول که از آیفون بهترین است. آیفون که از من بازی میکنم و خودم خوشحالم که آیفون بهترین و پابجی بهترین است. بله، در قسمی که همینجا است ما استفاده کردیم و با مشتری خود دادیم و کمال که از امی آیفون میگیرن و خاص به خاطر پابجی. اگر از آیفون یک مدل پایینتر باشه نسبتا خوب برای پابجی کدام؟ در پابجی که از فعلا در بدخشان که از شارپ است. شارپی مثلا R3 دیگه R5 R6 دیگه ایگا پاس بسیار خوب کار میده و مشتریای ما هم زیاد تقاضا دارن. وقتی که میاریم زود خلاص میشه. جهانگیر عزیز، پیام گفتنی تا بگو. پیام گفتنی خاص ندارم دیگه با مشتریای خود با بینندگان عزیز ما مالای خوب برشون عرضه میکنیم. ما در خدمتشون هستیم دیگه. مالای کار میکنیم که خوشحال باشن از بشیم. دیگه جنسای سعودی براشون میدیم. چی با گیمر باشه چی با کیفیت اینترنت باشه ما عرضه میکنیم. سلامت باشید عزیز، تشکر از وقت. دوستان عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشید. سلامت باشید جهانگیر عزیز، تشکر از اینکه با ما وقت گذاشتید صحبت کردید. خب دوستان عزیز در ادامه برنامه با ما همراه باشید. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز، دوباره آمدین در کنار نقیب الله فیاض و در مورد شما دوستان عزیز مردم شریف ولایت بدخشان یک گفتنی و پیام خاص دارن، میخوایم که از جناب ایشان بشنویم. جناب نقیب الله فیاض، موبایل فروشی نقیب الله فیاض همیشه در خدمت مردم بوده است و هست کالیم. همیشه ما کوشش داریم میکنیم که یک تخفیف خاص و نرخ بسیار ارزان به مشتریان ولایت بدخشان عرضه کنیم. و دیگه همیشه کانال پلاس سابسکرایب کنیم. دیگه در آینده نزدیک بخیر فروشگاه بزرگمان افتتاح میشه. با چینل بیننده باشید. همیشه خوش خندان باشه مردم. بعد از او دیگه همیشه باید زحمت بکشن، کار کنن دیگه، ولو که هر کاری که باشن کوشش کنن که یک خدمتشان با چی ولایت باشه چی مرکز باشه باید باشه تا مردم افغانستان برسونن. سلامت باشید جناب نقیب الله فیاض از اینکه وقت گذاشتید. خب دوستان عزیز، این بود گزارش ما از بزرگترین فروشگاه موبایل در ولایت بدخشان. آمده بودیم فروشگاه نقیب الله فیاض و انشالله مژده دارن که
فروشگاه جدید شد افتتاح بشه و فروشگاه جدید از پارالمپیک قدغن پلاس دنبال بکنیم بخیر این فروشگاه افتتاح شد ما برای شما به نشر میرسونیم. دوستان عزیز دیگه برنامه های ما را دنبال بکنیم. تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه بودیم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.